حزب بالصوم علي يكون مهر راز خسته جانی روزهای خوشی و ایام ولادت ها بویژه ولادت رسول امیین در نظر علما عرض میکنیم امام رضا علیه السلام نامشون فرمود هر گاه حاجت می‌خواهید در ایام خوشی ها، ایام ولادت ها، ایام عید غدیره ها، ایام معراج ها در مخاندان رو بزنید همه عادتمندیم یا علیان خود جانزه بگید اگر خسته جانی بگو یا علی خب منظم بگید اگر دست افتاد به دست ستم بلا مرض مترس و ملرز و همه بگیم یا علی علی مدار العجائب تجدها لك في النوائب علی 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 یا علی 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 بلند بگید بچه های نوجوان علی 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 باز هوای چون کردن علی یا علی باز هوای چون کردن علی یا علی شاه کرم یا علی یا علی چون از نمیگید دست بلند بارا کنم کلمه امرایی کنید شاه کرم یا علی تاج سرم یا علی یا علی 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 یا علی 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 جان علي المظهر العجائب تجدها
نجفم آرزوست با سواری نجفم آرزوست سر و سواری نجفم آرزوست دل بزند بر هوایت علی یا علی دل بزند بر هوایت علی یا در حرم شب زمین دل خسته زن دل خسته مادر حضرت علی بار درد از بارداری بسته سینه‌اش آتش فشان درد بود از حضور درد رنگش زرد بود کعبه با سوز دلش دمساز شد گفتگویش با خدا آغاز شد با خدایش گفت سوزم ساز کن در پس در پس ماندم در باز کن ای خدای کعبه ای فضل احد ای شکوه قرب الله جهان با وجودش مزین نیستند ای خدای کعبه ای فرد احد ای شکوه قل الله احد بی پناهم ای کریم بی پناهم در پناهت آمدم طالب برق نگاهت آمدم ای خدای من آمدم تا فارغ از دردم کنی در میان بانوان خبرم کنی بار سنگینی مرا باشد ندوش بار بردار ای خدای ای پوش چی شد؟ ناگهان از خانه آوازی شنید کس شنیدن رنگ رخسارش برید عاطفی گفتش مخور فاطمه سرفرازی سر مکن خم فاطمه در حریم با تو تنها محرمی زیرا تو غیر از مریمی آقای استاد مقاصد مریم اجازه نداد برو زیر همانی رو بگم خانه رو باید بساختیم خانه را بهر تو آزید کرده پس بیا تا هر کشوی را میشنوی میمان شو تا پذیرایی شوی نقبهویت باز میگردد جلو درس رو باز کن دیوار باز میکنم نقبهویت باز میگردد جلو تا بماند تا قیامت یاد تا که از دل بستگی وارسته شد باب دیواری بر رویش بسته شد
با علی. این علی شهردار کلک خلقت است، این علی هر حکمتی را علت است. این علی قبل از ولادت نور بود، ذات حق را تابع بود. دیگه علی قبل از ولادت نور نبود. در نظر علمای ما در کلام ابلیس هم از پیش پیامبر و یا رسول الله هر پیامبر هم بخواستیم که سجد بده از مسیرش گمراه کنیم، یک کسی پیدا میشون چنان حق به ما میزد که ما دیگه اصلا نمی‌دونیم کی است. می‌بینید پیامبر بعدی پیامبر بعدی ختمی مرتبه شمای رسول الله او شما نبودید کی بود؟ پیامبر علی در کنارش بود، رویش بلند کرد و فهمید و روز کرد او قیصر زید چند پشت بزنی علی پشت برتر اینا قیصر زندی ابلیس اسمایش مقرر است و اشتباه نکرده. این علی بود دیگه پیامبران روانی میکنه دیگه عقیده ماست. این علی قبل از ولادت نور بود، ذات حق را یک بسیار گرد بود. سالای مانشستر روز ولادت است. زمانی که به دنیا آمدم پنداق که نبودم میکرد یه پنداق پاره میکرد آخر مادرش گفت که عزیز چرای پنداق ترایی تکرایی دستمال پاره میکنی؟ گفت مادر جان من به دستای ذکر و تسبیح خدا رو میدونم. گفت حالی چی میدونی؟ ولی گفت دشت شیر بر تو حمله‌ور شد، کسی آمد نجات داد. کی بود؟ گفت چی نشانی داری؟ همون گردنبند خدا چی میداده بود حضرت علی از آستین خدا منظر علمای این علی مثلا عجایب است. این علی قبل از ولادت نور بود، ذات حق را تابع دستور بود. بندگی با سرفرازی میکند، عاشق است و عشق بازی میکند. علی جان یعنی پیامبر و علی کن هر دو تن یکیست، یکی را مبین دوتا. هر کس که شاه را ز محمد جدا کند بلند از حضرت خداش جهنم بود سزا. دانی حدیث لحمک لحمی زبر چیست، اون هر دو تن یکیست، یکی را مبین دوتا. علی جان توی از عمد حق قادر، توی از عمد حق قادر که گر خواهی و ایمانی زمین و سخت گردون را علم در نیم گام کردی. علی جان مولا اجابت کردن یک شب 40 دعوت عجب نبود. حضرت زرار با ما بود، سلمان با ما بود، ابوذر با ما بود. جبرائیل از بالا صدا زد که با هیچ کس نبود، گذشته از همه با ما در بالا بود. اجابت کردن یک شب 40 دعوت عجب نبود. تو خورشیدی که نور خود ز هر روزن عیان کردی، ز امن حضرتی باری تو غفاری و قهاری. تصمیم جنت و ناری که سختی این و آن کردی. پس از زهزت و عیسر وقت جوز و مره را پیکر دو نیمی اوز پا تا سر فقاط و خون تپان کردی. علی جان اگر مالم من بیدل زرنج و غصه دنیا، زرنج و غصه مشکل مراد دل نشد حاصل، پس از هم توان کردی. زمین دل تو میدانی علی جان،
گشا مشکل ما و یک آنی گریه کردی و آسانی چه منتها و ما کردی محیط طبق قرآنی که هر موجش بود جوهر از آن هر نقطه شعرش خجل صفحه رو کام کردی زیون نعمتت حبیبم مرحبا که ای معذوری این مسحر تو هم گوهر فشار کردی علیست در همه عالم کلید موجودات و باب فاطمه پیغمبر